این حیوان میتونه مغز خودش رو دوباره بسازه. پاش رو قطع کن، دوباره رشد میکنه. کاملا. در عرض چند هفته. قلبش رو آسیب بزن. خودش ترمیم میشه. نخاعش رو ببر، کاملا خوب میشه. بدون هیچ جای زخم. اکسولوتل. یه سمندر که فقط توی یه دریاچه توی مکزیک پیدا میشه. وقتی اکثر حیوانات با بافت زخم خوب میشن، اکسولوتل یه کار تقریبا غیر ممکن میکنه. دقیقاً همون بافتی که از دست داده رو دوباره میسازه. عضله، استخون، اعصاب، حتی بخش‌هایی از مغزش. دانشمندا بیش از 100 بار همون پای همون اکسولوتل رو قطع کردن. هر بار دوباره رشد کرد. این هم. بدون جای زخم. بدون لنگیدن. هیچ فرقی نداشت. محققان الان کد ژنتیکیش رو مطالعه میکنن با امید به کشف راز ترمیم برای پزشکی انسانی. اگه روزی یاد بگیریم اندامهای انسان رو دوباره رشد بدیم، اندام داخلی، حتی بافت مغز، به خاطر این موجود کوچیک عجیب خواهد بود. اکسولوتل فقط زنده نمیمونه. قوانین چیزی که از نظر زیستی ممکنه رو بازنویسی میکنه.